سلام، من مرضیه هستم و این اولین ویدیوی منه. من مربی تنیس هستم، البته از نوع روی میزش. در مدتی که با بچه‌های متفاوت توی کلاس تنیس روی میز سر و کله زدم، بعضی‌ها به شدت توجهم رو به خودشون جلب کردند. ویژگی‌هایی داشتند که نسبت به بقیه پررنگ‌تر بود. باعث می‌شد نتونن به خوبی بهترین ورژن خودشون رو نشون بدن. به فکر مطالعه تو این زمینه افتادم. خب به نتایج جالبی هم رسیدم. متوجه شدم در تمام بچه‌ها این ویژگی‌ها وجود داره که یکی در ورزش، یکی در مدرسه، یکی در جامعه، یکی در بین همسالان بالاخره خودش رو نشون میده. حالا با شدت و ضعف که ریشه توی اعتماد به نفس، عزت نفس و خودکمبینی داره. باعث میشه حقشون خورده بشه، نتونن توی مدرسه یک بار سر صف صبحگاه مدرسه یک دکلمه بخونن. سر کلاس معلم وقتی سوال میپرسه با اینکه جواب رو میدونن جرأت نکنن دستشون رو بالا ببرن و بزرگتر که میشن خودشون و احساساتشون رو سرکوب میکنند. همیشه حسرت گذشته رو میخورند، آشفته هستند و حس بی‌ارزشی دارند. خب بذار در مورد ویژگی‌های بچه‌های کلاسم بگم. وقتی به بچه‌ها میگفتم آخر هفته مسابقه داریم، بعضی‌ها به من میافتادن. دستاشون از هیجان خیس میشد. رنگ از روشون میپرید. جلسه بعدی دیگه به کلاس نمی اومدن. در حالی که توانایی بدنی و ذهنی خیلی خوبی داشتند و به خوبی در حال پیشرفت بودند. فکر نکنید مسابقه در سطح بین المللی بود. مسابقه بین بچه‌های کلاس بود. یک سری دیگه از بچه‌ها که به مسابقه می اومدند به خاطر یکی دو تا باخت که داشتند دیگه تنیس رو میگذاشتن کنار. تحمل یکی دو تا شکست رو هم نداشتند. بعد از مسابقه هم با کلی گریه راهی خونه می شدن. گروه دیگه‌ای از بچه‌ها مهارت‌های زیادی توی رشته تنیس روی میز به دست آورده بودند. ولی لحظه مسابقه نمیتونستن هیجانشون رو کنترل کنند. با خیال آسوده نمیتونستن بازی کنند. تنیس درسته که با یک توپ و راکت انجام میشه، ولی نیاز به کنترل هیجان چه مثبت و چه منفی داره. نیاز به 100% تمرکز داره. در غیر این صورت بازیکن نمیتونه با تمام وجود و تمرکزش مهارت‌هاش رو نشون بده. یک سری دیگه از بچه‌ها هم هستن که با اینکه به این رشته علاقه دارند و دوست دارن برای یک بار هم که شده امتحان کنند، ولی اصلاً اعتماد به نفس اینکه یک بار پشت میز بایستند رو ندارند. و خوشبختانه یک سری از بچه‌ها هم هستن درست مخالف تمام اینها و معمولاً هم رشد خوبی توی ورزش، درس و اجتماع دارند. برای همین تصمیم گرفتم پادکست هایی رو آماده کنم که کمک کنم به بچه‌هامون، به خودمون، برای اینکه در آینده حسرت گذشته رو نخوریم، حس بی‌ارزشی نداشته باشیم، در هم آشفته نباشیم و با هم دیگه بریم تو دل موفقیت. راستی حواست باشه اینجا قرار نیست همش در مورد تنیس روی میز صحبت کنیم. تنیس یک مثاله برای درک بهتر. میخوام بهت راه و چاه معرکه شدن رو نشون بدم. حالا معرکه بودن توی هر چیزی که خودت دوست داری. اگه علاقه داری با من همراه باش. دکمه سابسکرایب رو بزن، زنگوله رو روشن کن. ممنون از اینکه تا آخر این ویدیو با من همراه بودی. اگر این ویدیو رو هم لایک کنی یا یک کامنت هم بذاری دیگه معرفت رو تمام کردی. منتظر ویدیوی بعدی باش.
شب و روزتون خوش و خرم.